شقایق بالندری هستم. ما با نام برند آرتبال در زمینه تسکین به وسیله هنر برای اولین بار در ایران به ثبت رسیدیم. ما از انواع هنر استفاده می‌کنیم برای افزایش خلاقیت، افزایش آرامش و جلوگیری از آلزایمر. ما با تکنیک‌های هنردرمانی که در پیج‌ها و سایتمون معرفی میشه، تمریناتی رو به کودکان و بزرگسالان میدیم که روی نورون‌های مغزی تاثیر میذاره و از بین رفتنشون رو جلوگیری میکنه. ما کارگاه‌ها و وبینارهای مختلفی در همین زمینه برگزار کردیم. نفس عمیق بکشید و اولین چیزی که به ذهنتون میرسه، چه کلمه، چه شعر، چه موسیقی، چه حس، چه رایحه، هر چیزی که هستش روی کاغذ بکشید یا بنویسید. و از حمایت‌های پارک بخوایم استفاده کنیم، راهمون خیلی راحت‌تره. در مورد انجمن بیشتر توضیح بدیم واسه عزیزان. خوش می‌کنم. پس از 6 ماه، پس از کشف هزینه‌های انجام شده، به سوددهی خواهد رسید. تیم ما تشکیل شده از هنرمند، هنردرمانگر و روان‌درمانگر.